این داستان بر اساس واقعیت می باشد و به دلیل حفظ حریم شخصی از اسامی مستعار استفاده شده است. وارد اتاقم شدم و در اتاقم رو محکم به هم کوبیدم. البته این که میگم اتاق مربوط به دورانی بود که هنوز مستقل نشده بودم و توی همین خونه زندگی میکردم. الان چند سالی میشه جدا از خانواده زندگی میکنم و البته هر وقت که میام اینجا شب تو اتاق خودم میمونم که دست نخورده مونده. از 23 سالگی به بعد به خاطر اینکه فکر میکردم دیگه شرایط جدا موندن از خانواده رو دارم و دیگه اعصابی برای تحمل خانواده‌ام ندارم، برای خودم یه خونه جدا خریدم. خدا رو شکر تونستم تا این سن شرایط مالی نسبتا خوبی داشته باشم و آویزون جیب پدرم نباشم. این خودش یه موفقیت بزرگه. اونم تو زمانی که یه پسر حتی بعد از ازدواجش هم زیر چتر حمایتی پدر مادرشه. اوایل که اسم خونه مجردی رو آوردم انگار که گناه کبیره دارم انجام میدم و پدر مادرم کاملا با این موضوع مخالف بودن. اما من با اسم اینکه اون خونه بعدها قراره بشه خونه‌ای که قراره با همسرم توش زندگی کنم و اگه الان نخرم بعدا معلوم نیست بتونم همین خونه رو با چند برابر قیمت بخرم، بالاخره قانعشون کردم و کم کم برای اون خونه وسیله خریدم و این شد که گاهی شبا توی همون خونه میخوابیدم و انقدر تعداد دفعات اونجا موندنم زیاد شد که دیگه به این روال عادی تبدیل شد و دیگه از اون مخالفت شدید اولیه خبری نبود. من مدرک تحصیلی دانشگاهی نداشتم. راستش وقتی 2 ترم توی دانشگاه حسابداری خوندم فهمیدم فقط دارم وقتمو هدر میدم و قرار نیست از این رشته به درآمدی که میخوام برسم. به همین خاطر بیخیال درس خوندن شدم و وارد بازار کار و کاسبی شدم. شغلم توی خرید و فروش مصالح ساختمانی بود که اولش با کمک داییم شروع به این کار کردم. اما بعد از یه مدت که راه و چاه کار رو یاد گرفتم خودم مستقلاً این کار رو ادامه دادم. برخلاف این که حتی پدر مادرم هم آدمای فرهیخته و درس خونده‌ای بودن و برادر و خواهر دیگم هر دوشون شغل دولتی داشتن، من شده بودم پسر ناخلاف و بیخیال درس و دانشگاه شدم. ولی الحق و انصاف الان وضعیت مالیم از برادرم که کارمند بانکه و خیلی وقتم هست که داره کار میکنه بهتره. پدر مادرم وقتی دیدن که من سربراهم و شرایط مالیم کاملا مساعده دیگه بهم در این مورد گیر ندادن. اما خب هر بار با این حرف که تو شرایط اداره زندگی مشترک داری چرا هرچی زودتر ازدواج نمی‌کنی باعث به وجود اومدن دعوا و تنش بین من و خودشون می‌شدن که البته به بیرون زدن من از خونه و قطع ارتباط تا چند هفته تموم می‌شد. دیروزم به اصرار زیاد مادرم که میگفت خیلی دلش برام تنگ شده و خیلی وقت بهشون سر نزدم مجبور شدم دعوتش رو قبول کنم و برای صرف نهار و شام کنار خانواده باشم. اما خوشحالی من کنار خانواده‌ام خیلی کوتاه بود، چون بحث همیشگی مجدد باز شد و پدرم این بار کاملا قاطعانه به من گفت که باید هر چه زودتر ازدواج کنم و در غیر این صورت حق ندارم حتی پامو حوالی خونه پدریم بذارم. من مشکلی هم با این قضیه نداشتم، اما وقتی اشک و اصرار مادرم رو دیدم ترجیح دادم که به قول معروف دم به تله بدم و از مادرم خواستم که خودش دنبال یه دختر خوب برام بگرده. هر چند تا به این سنه رفتم سمت یخچال و بطری آبو برداشتم و سر کشیدم و همزمان با فرزاد تماس گرفتم و ازش خواستم که بیاد خونم. بطری رو با اینکه مقدار آب کمی توش داشت بدون پر کردن دوباره به یخچال برگردوندم و روی مبل 3 نفری روبروی تلویزیون دراز کشیدم و منتظر فرزاد موندم. حدوداً نیم ساعتی گذشت تا فرزاد برسه و من تمام این مدت روی مبل خوابیده بودم و به دیوار روبروم زل زده بودم. با آینده‌ای که قرار برام رقم بخوره فکر می‌کردم. با صدای زنگ در از فکر بیرون اومدم و رفتم در رو باز کردم. بازم فرزاد دست پر اومده بود. هر موقع میومد خونم یه دستگاه PS4 هم می آورد همراه با کلی خوراکی و ما همزمان با بازی کردن مهمترین تصمیمات زندگیمون رو می‌گرفتیم. از جلوی در کنار رفتم و فرزاد وارد شد. بعد از سلام و احوال پرسی بلافاصله سمت تلویزیون رفت که دستگاه بازی رو راه اندازی کنه. وقتی که وصل کردن دستگاه با موفقیت به اتمام رسید، سمت آشپزخونه رفت تا تمام خوراکی‌ها رو از پاکتاش خارج کنه و توی ظرف بریزه. خوشم میومد که تعارف نداشت و جای همه چی رو بلد بود. خلاصه عملیات راه اندازی و تدارکات قبل از بازی به اتمام رسید و نشست روی مبل و گفت خب داداش حالا بیا بشین تعریف کن ببینم چه گندی زدی که به خاطرش منو احضار کردی. رفتم کنارش نشستم و دسته بازی رو برداشتم و گفتم
استثناءً این بار گن نزدم. میخوام به زندگیم سر و سامون بدم. بالاخره میخوام دم به تله بدم و ازدواج کنم. فرزاد با خنده مشتی به بازوم کوبید و گفت دم به تله بدی؟ حاجی تو خودت تله‌ای، باید ازت فرار کرد. زدم پس کله‌شو، گفتم آدم باش یکم، شاید خوشت اومد. همزمان که بازی میکردیم صحبت هم میکردیم. فرزاد گفت خب داداش چه کمکی از من ساخته است؟ میخوای برات دنبال زن بگردم؟ همینطور که دوتا پفکم و همزمان توی دهنم چپونده بودم و قورت میدادم گفتم نه داداش، من که قراره ازدواج کنم، اونم با شخصی که مادرم انتخاب میکنه. مشکل اینجاست که موندم چطوری بهار رو بفرستم بره پی زندگیش. فرزاد گفت خب مگه بهار چشه که نمیخوای باشه ازدواج کنی؟ گفتم چیزی نیست، فقط اینکه تا الان به انتخاب خودم با یه نفر توی ارتباط بودم و خیلی ندیدم. این بار میخوام انتخابو بذارم به عهده مادرم. خودت هم خوب میدونی که بهار آدم جمع کردن و گردوندن یه زندگی نیست. دست اول بازیو باختم و ترجیح دادیم که بازیو بذاریم کنار و فکرامون رو روی هم بریزیم و ببینیم چیکار میشه کرد. تهش به این نتیجه رسیدیم که من صاف و پوست کنده برم قضیه رو به بهار بگم و ازش بخوام که بره دنبال زندگیش، چون از همون اول من بهش گفته بودم که قرار نیست تا ابد کنارم بمونه. ولی خب اون دختر امیدوار بود که منو وابسته خودش میکنه. خلاصه فرزاد که رفت ساعت حدوداً 1 بامداد بود. منم بدون جمع کردن آشغالایی که ریخته بودیم رفتم بخوابم. اون شب با فکر و خیال زیاد به زور خوابم برد. به همه چی فکر میکردم. از ریاکشن بهار بعد شنیدن حرفام گرفته تا شکل و قیافه همسر آیندم. نمیدونم این چرت و پرتا چطور به ذهنم میرسید. روز بعد با خستگی و کسلی فراوان از خواب بلند شدم و ترجیح دادم برای فرار کردن از این حالت به یه دوش آب گرم پناه ببرم. رفتم و سریع یه دوش سرپایی گرفتم و اومدم بیرون. میخواستم همین امروز بهار رو ببینم و قضیه رو براش تعریف کنم. به همین خاطر گوشیمو برداشتم و بهش زنگ زدم. بعد از چند تا بوق متوالی که کم کم داشت منو عصبی میکرد، صدای خواب‌آلود بهار توی گوشم پیچید. بهار با صدایی که مشخص بود تا همین چند دقیقه پیش خواب بوده با هم حرف میزد و من به این فکر میکردم که حتی در این حالت هم صداش جذابه. بهش گفتم که بعد از ظهر ساعت 6 همون کافه‌ای که همیشه میرفتیم بیاد و من کار خیلی مهمی باهاش دارم. تا بعد از ظهر سر خودمو گرم کردم. حوصله سر کار رفتنم نداشتم و همینطور روزمو گذروندم تا به ساعت 5 رسید. ساعت 5 بلند شدم و یه چیزی خوردم و آماده شدم. سوار ماشینم شدم و به سمت کافه حرکت کردم. تا رسیدم با بهار تماس گرفتم و فهمیدم اونم نزدیکه. همونجا توی ماشین منتظرش موندم. بعد از اینکه بهار رسید همراه هم وارد کافه شدیم و یه جا نشستیم. انقدر با بهار وقت گذرونده بودم و سلیقه‌شو توی انتخاب نوشیدنی میدونستم، برای همین به جای اونم سفارش دادم. بهار به صندلیش تکیه داد و گفت خب آرمان جان، گفتی با هم کار داری. کارت هم خیلی مهمه. من سر و پاگوشم، بفرمایید عزیزم. شروع کردم به صحبت کردن و بهش گفتم بهار جان، من و شما الان حدود 1 ساله که همون میشناسیم و با همیم. اگه یادت باشه من همون اوایلم گفتم هدفم از دوستی با تو قطعا ازدواج نیست. و به همین خاطرم انتظار ندارم که همه جوره به نیازهای من جواب بدی. همین که کنارمی برام کافیه و این حرفا. یادته؟ اونم سر تکون داد و گفت آره خب. حالا چرا این حرفا رو میزنی؟ به پشتی صندلیم تکیه دادم و پای راستم رو روی پای چپم انداختم. گفتم خب این حرفا رو گفتم تا برسم به حرف اصلیم. ارتباط من و تو تا همینجا کافیه. من میخوام که از هم جدا بشیم. انگار که انتظار شنیدن این حرف رو نداشت که نه تعجب کرد و نه جا خورد. برگشت گفت واسه همین منو کشوندی تا اینجا. خب اینو که تلفنی هم میتونستی به من بگی. این بار من شوک زده از رفتار بهار با چشمایی که از فرط تعجب گشاد شده بود نگاش میکردم. پس ارتباط من و شما همینجا تمومه و ما دیگه هیچ ربطی به هم نداریم. شما منو فراموش کن و دیگه بهم فکر نکن. حرفایی که قرار بود من بگم و حالا بهار داشت میزد. یه حس عجیبی داشتم. فکر میکردم اون که خورد شده منم، نه بهار. هر چقدرم که ما ارتباط احساسی قوی بینمون نبوده، ولی انقدر بی‌تفاوتی هم واقعا جای تعجب داره. بهار بدون اینکه لب به نوشیدنی که تازه گارسون آورده بود بزنه رفته بود و عصبانیت من وقتی به اوج خودش رسید که فهمیدم قبل رفتنش پول میز حساب کرده. با این کارش قوره منو خورد کرد و واقعا حس می‌کردم بازنده اصلی منم. رفتم سوار ماشینم شدم و با سرعت به سمت خونه روندم. دلم می‌خواست هرسمو سر یکی خالی کنم و چه چیزی بهتر از پدال گاز بود زیر پام. یه مدتی گذشت که مامانم با هم تماس گرفت و گفت که برم پیشش و انگار یه کیس ازدواج برای من پیدا کرده بود. انصافا بعد از رفتار بهار دیگه دلخوشی از خانوما نداشتم و دلم نمیخواست که ازدواج کنم. فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. شاید اگه برخوردش با من اونجوری نبود و ازم این نبود. ولی اصلا انتظارشو نداشتم و تو شوک بودم.
به هر حال مجبور بودم حرف مادرم رو بذارم رو چشمم و به حرفش گوش کنم. قرارمدار خواستگاری گذاشته شد و من باید تا آخر هفته خودم رو جمع و جور می‌کردم و از همه نظر آماده می‌شدم برای خواستگاری. ماشینمو بردم کارواش و شستم. با کمک که نه، ولی به سلیقه مادر و خواهرم کت و شلوار خریدم و یه دسته گلم برای پنجشنبه سفارش دادم. خرید شیرینی رو هم به همون روز خواستگاری موکول کردم. شخصی که مادرم برای من در نظر گرفته بود یه دختر تک فرزند بود که با مادرش زندگی می‌کرد و مادر پدرش از هم جدا شده بودن. خود دختر دانشجوی معماری بود و مادرش ظاهراً پزشک ماما بود. و آشنایی مادرم با این خانواده توسط یکی از اقوام صورت گرفته بود. خلاصه روز خواستگاری رسید و منم حاضر و آماده همراه پدر و مادر و همچنین خواهر بزرگترم که متأهل بود، رأس ساعت تعیین شده به خونه خانم دکتر رفتیم. به محض ورود دیزاین فوق‌العاده خونه چشم آدمو به خودش جذب می‌کرد. بعد از گذراندن یه مسیر کوتاه به در ورودی خونه رسیدیم و من یه خانم جوونی رو دیدم که به شدت شیک و خوشپوش بود. بعد از چند دقیقه فهمیدم ایشون همون خانم دکتر و به قولی مادر عروس خانم هستن. اصلا به چهره و استایلش نمیخورد یه دختر به این سن داشته باشه. بیشتر انگار خواهر بزرگتر بود. وارد خونه شدیم و تو قسمت پذیرایی نشستیم. ابتدای صحبت‌ها مسائل روز بود که هم خدا رو شکر توی این موارد کم نمیارن. از تحلیل سیاسی گرفته تا شکایت از وضع آب و هوا و خلاصه این حرفا. یکم که گذشت صحبت‌ها جدی‌تر شد و جلسه حالت رسمی به خودش گرفت. در همین حین عروس خانم که مادرش لیلا جان صداش کرد وارد مجلس شد. دختر خوشگل و خوش‌اندامی بود، ولی هیچ شباهتی به مادرش نداشت. راستش از نظر من مادر لیلا که حتی اسمش هم کاملا برازنده و شیک بود، از نظر قیافه خیلی بهتر از دخترش بود. با اینکه سنی ازش گذشته بود، ولی کماکان زیباییش نفسگیر بود. صحبت‌های اولیه توسط بزرگترا زده شد و قرار شد که من و لیلا بریم و چند کلامی با هم صحبت کنیم و اگه به نتیجه رسیدیم بقیه روند و بزرگترا پیش ببرن. وقتی وارد اتاق لیلا شدم انتظار داشتم با یه اتاق صورتی و دخترونه روبرو بشم، اما فضای اتاقش اصلاً طبق پیشبینی من نبود. یه ماکت نیمه کاره از یه ساختمون روی میز تحریرش بود و دیوار اتاقش با پوستر سازه‌های مدرن و سنتی پوشیده شده بود. روی تختش که گوشه اتاق بود نشستم و خود یک صندلی پشت میز تحریرش رو جابجا کرد و روی اون نشست. شروع کردم به صحبت از شرایط زندگیم و اخلاقیاتم گرفته تا وضعیت مالی و همه رو براش تعریف کردم. اونم متقابلا از اونچه که باید توی جلسه اول گفته میشد حرف زد. سوالاتی از هم پرسیدیم و نتیجه همه صحبت‌ها این بود که من و لیلا تفاهم داریم و همینم باعث ادامه صحبت‌ها و روند خواستگاری شد. بعد از گذراندن 4 جلسه خواستگاری و جلسات مشاوره که ندا خانم مادر لیلا معتقد بود حتما باید بگذرونیم، ما دیگه آماده بودیم که با هم ازدواج کنیم. خانواده‌ام سر از پا نمیشناختن و مامانم هی میگفت سلیقه‌مو میبینی تو رو خدا، ببین چه خانواده درست حسابی و خوبیان، و بابام تعریف میکرد و از اینجور حرفا. قرار شد که اول عقد کنیم و بعد از اینکه لیلا امتحانات ترمشو داد عروسی بگیریم. طی این مدت هم جهیزیه عروس خریداری بشه و البته خونه‌ای که من تا قبل این توش زندگی میکردم به سلیقه لیلا خانم تغییر و دیزاین بشه. منم قبول کردم و جهیزیه خودم رو از اون خونه آوردم بیرون و ریش و قیچی رو دادم دست زن و مادر زنم که قرار بود معماری خونه رو به کل عوض کنن. توی این چند وقت مهمون خونه پدرم بودم و تلاشمو میکردم که بتونم یه عروسی آبرومند بگیرم. با اینکه پدرم بهم قول داده بود که توی مخارج عروسی پشتم و بهم کمک میکنه، اما من دلم نمیخواست که حتی 1000 تومان از پدرم قرض بگیرم و برم زیر منتش. خدا رو شکر بازار کارم هم رونق گرفته بود و بهترین تالار و رستوران شهر رو برای تاریخ عروسی رزرو کردم. دلم نمیخواست هیچ عیب و ایرادی توی کارم باشه. به همین خاطر تلاش میکردم برای بهترین بودن و جذب رضایت مادرزن. به قول خواهرم من زن نگرفتم. وقتی هم گرفتم یه پرنسس رو به زندگیم راه دادم. دلیل جدایی پدر مادر لیلا نامشخص بود. منم زیاد پیگیری ماجرا نشدم. هرچند به من ربطی هم نداشت. ولی به نظر من پدر لیلا باید مرد احمقی بوده باشه که از همچین زن زیبایی جدا بشه. ملت رد دادم به خدا. خلاصه همه چیز مهیا شد و عروسی هم گرفته شد. زندگی خوبی رو شروع کرده بودم. لیلا واقعا خانم خوبی بود. یه زن مهربون و دلسوز و البته امروزی. تو نگاه اول شاید یه آدم خشک و مغرور به نظر می رسید. اما اگه یکم باهاش ارتباط می گرفتی میفهمیدی که چه فرشته‌ای تو قالب آدمیزاد رفته. زندگیم سراسر آرامش بود و منم با تمام توانم برای ادامه زندگی تلاش می‌کردم. لیلا هم دیگه کم کم داشت فارغ التحصیل می‌شد، ولی می‌خواست که ادامه تحصیل بده. منم با این مورد مشکلی نداشتم.
و خب این طبیعی بود، دختری که مادرش یکی از بهترین پزشکای شهر بود بایدم تحصیلات عالیه می‌داشت. با اینکه لیلا درگیر درس و دانشگاه بود، ولی توی زندگیش چیزی کم و کسر نمی‌ذاشت. هم به من و زندگیش میرسید، هم درس می‌خوند. 1 سال به این روال گذشت. 1 سال پر از حس آرامش. الان که فکر می‌کنم اگه می‌دونستم یه روزی با ازدواج کردن به این حجم از خوشبختی میرسم، قطعاً زودتر دست به کار می‌شدم. حال از ازدواجم گذشته بود و من هر بار با دیدن مادرزنم حس علاقم نسبت بهش بیشتر میشد. 29 سالم بود و اون یه زن 48 ساله کاملا رسیده و ادامه میده. منم قبول کردم و الان کاملا از داشتن چنین مادر دختری خوشحال و راضیم. اگه نظری داشتین حتما توی کامنت ها بهم بگید.